امشب دیگر نیازی به تلاش نیست. دیگر لازم نیست قوی باشی. دیگر نوبت رها شدن است. در آغوش سکوت شب این صدا برای توست. برای تویی که در تمام طول روز بارها و بارها ایستادی، ساختی، جنگیدی و گاهی خسته شدی. این کلمات برای آرام کردن ذهنی است که مدام می‌پرسد، تحلیل می‌کند، می‌دود و کمتر استراحت می‌کند. اجازه بده همین حالا لحظه‌ای آرام بگیری. بنشین یا دراز بکش و فقط گوش بده. این لحظه متعلق به توست. امشب همه چیز را رها کن. ذهن را، دغدغه ها را، حرف های ناتمام را و حتی فکر کردن به فردا را. تو همینقدر کافی هستی. تو لازم نیست تمام پاسخها را بدانی. تو انسانی هستی در مسیر و همین کافی است. نفسی آرام بکش. بگذار بازدم همه فشارها را با خودش ببرد. امشب به خودت قول بده که برای چند دقیقه همه چیز را زمین بگذاری. قول بده که با خودت مهربانتر خواهی بود. قول بده که قضاوت‌های امروز را به خواب خواهی سپرد. تو نیازی به ترمیم نداری. تو نیاز به سرزنش نداری. تو فقط نیاز به کمی نرمی، کمی پذیرش و کمی سکوت داری. شاید امروز کامل نبود. اما تو در میان تمام این ناتمامی ها رشد کردی. شاید دیگران متوجه نشدند. اما خودت میدانی چقدر پیش رفتی. امشب برای هیچ چیزی نجنگ و برای هیچ چیزی به جز صلح خودت را آماده نکن. با من تکرار کن. خدایا، امشب دلم آرامش می‌خواهد. نه راه حل، نه تحلیل و نه نگرانی. فقط آغوشی بی انتها که بشود در آن خاموش شد و خوابید. تو حق داری که خسته باشی. تو حق داری که امشب فقط بخوابی. بدون برنامه، بدون کنترل، بدون فکر. اجازه بده کلمات امشب
چنان لالایی قدیمی ذهن آشفته‌ات را آرام کنند و قلبت را سبک. تو دیده می شوی، تو حمایت می شوی، تو نور الهی هستی با تمام ضعف‌ها، ترس‌ها و امیدهایت. امشب همه چیز را بسپار به خدا، به کائنات، به زندگی. هر آن که باورش داری تو را در امنیت نگاه خواهد داشت. امشب فقط در آرامش باش و بگذار فردا خودش از نو آغاز شود. اگر کلمات امشب اندکی آرامش به دلت دادند، هر شب قبل از خواب به این صدا برگرد. اجازه بده تکرار این واژه‌ها ذهن و جسمت را تربیت کنند برای آرام گرفتن، برای آسودن، برای اعتماد کردن به زندگی. تو شایسته خوابی عمیق و آرام هستی. تو سزاوار صبح دمی روشن‌تر و دلگرم‌تر هستی. پس چشمانت را ببند، نفس‌هایت را رها کن و به شب اعتماد کن. شبت بخیر و رویاهایت آرام، روشن و پر از نور. ممنون که با سامرز مایند همراه بودی. اگر این لحظات برات آرامش بخش بود، کانال رو حتما دنبال کن و این انرژی مثبت رو با دیگران به اشتراک بذار. یادت نره آرامش همیشه در درون توست.